خانم ببخشید اتفاقی افتاده، میتونم کمکتون کنم؟ به تو ربطی داره؟ چرا میزنی؟ یکم دیر وقته، یه خانم تنها اینجا هم اینجوری نشستی، ناراحت شدم. مشکلی پیش اومده براتون؟ شما گوخور تنها نشستن اینو اونی؟ گوخور نیستم، چرا فوش میدی؟ منم عین داداشت. حالا بلند شو رو نیمکت بشین ببینم چه اتفاقی. آقا برو مزاحم نشو. به خدا نمیخوام مزاحم بشم، میتونم ببینم چه اتفاقی براتون افتاده؟ حالا عاشق شدی؟ عاشق شدم، ولی خب چه ربطی داره؟ هر آدمی تو زندگیش عاشق میشه دیگه. ولی عاشق شدی زن نیستی که بفهمی. عشقت هم به چشم جنسیتی فقط نگاه کنه، فقط جسم تو بخواد نه خودتو. شما مردا میتونستین یک روز جای ما زنا باشین، زن باشین تا ببینین هم جنساتون چه جوری به چه چشمایی نگاه میکنن. ما که از جون و دل با عشق به همه چی نگاه میکنیم و فقط واسه جسممون میخوام. برو آقا حوصله‌تو ندارم. خب خانم، همه مردا که مثل هم نیستن، یه مرد وفادارم پیدا میشه. همتون مثل همین، فقط جسم، فقط جنسیت. داشتم دوربین مخفی ضبط می‌کردم، چهره‌تم شطرنجی میکنم. این گل خدمت شما. همه مردا مثل هم نیستن. کاش همه مردا فکر کنن که زنی که عاشقشه، دختری که عاشقشه خواهرشه.